چرا میتونی بفهمی این بزرگ است؟ چون این کوچیکه کنارشه. چرا میفهمی این سفیده؟ چون سیاه رو در کنارش دیدی. از کجا میفهمی الان شبه؟ چون روز رو در کنارش دیدی. ما در این عالم هر چیزی رو فقط با تضادشه که درک میکنیم. یعنی اگر پایین نباشه بالا معنی نداره. یعنی خشکی در کنار سرسبزیه که درک میشه، چاقی در کنار لاغریه که درک میشه. حالا سوال، اگه یه چیزی باشه تو این دنیا که متضادش نباشه چی میشه؟ درک نمیشه. آیا چیزی هست که تضاد نداشته باشه؟ آره، خدا هیچ تضادی نداره، واحده و معنای توحید همینه و برای همینه که همیشه ناشناخته باقی میمونه. نه چون دوره ها، نه چون چیزی نیست که بشه با خدا مقایسش کرد. واحد تکه. برای شناخت خدا نباید از مغز استفاده کرد. چرا؟ چون باید دست از شناخت تضادهاش بکشیم و وارد قلمرو جدیدی بشیم به نام وحدت. ببین موضوع اینه، باید کمتر فهمید، باید حس کرد، باید خدا رو زندگی کرد، نه تحلیل. تمام.